امیدوارم که اولین ویدیوی ما رو کم و کاسیاش خودتون بگیرید، ما رو به بزرگی خودتون ببخشید. من زیاد اهل صحبت نیستم، اهل شیرازم، 27 سالمه و خب اولین ویدیوی رسمی من توی یوتیوب این ویدیو. امیدوارم که حالا کم و کاستی نداشته باشه، شما هم لذت ببرید. میخوام ریاکشن بریم به موزیک گیلمرد از ددی، رپر نسل 4 که فوق‌العاده از لحاظ استایلی من خیلی قبولش دارم، از لحاظ دیگه بخوام به شما بگم موزیکی بیتاشو که حسن بابا براش سنگ تموم میذاره، فوق‌العاده بیتاش عالیه، قلم فوق‌العاده قوی داره. بریم ببینیم امروز چیکار کرده. گیلمرد از ددی از چنل یوتیوب خودش. ددی انگوش شمارن رفیقام داریم سمی کن، سمی شده ترک و وقتی سمی کن، فیسم جوریه که لازم نی باشه سمی کن، داداشا بالا همه داریم زمینی کن، نداری هرچی میگی تبلیغات مواره، شاه کار شدم که شاهدم بیتم شکاره که تونی 45. خیلی قشنگ چید اینجا رو، شاه کار شدم که بیتام شاهکاره. گفتم قویه، واقعا قلم قوی داره. میشی تو جاپاله برو با دام بیا بابا چاقاله، کیف کمری و میبند برو با دام بیا بابا چاقاله. چرسی تیکه نه ددی فعلا کاری به کاری کسی نداره، الکی ما هم دنده ندیم بهش، نه اصلا کاری نداره، دامو همینجوری گفته. منم روی سینه خودم تو پاکی سیبیل رفیقم مشیره، آبخوری پارک جا به جوشیده، رودخونه محل واسم استخر سر پوشیده، یه روزی بود میدیدم رودخونه محل برام استخر سر پوشیده. ایوه همه در قفلن، همون روزایی که میخواستن کنن منو مفه، چشامو وا کردم دیدم غرق تو مرفم، اون نیز گذشت سلام بگو چی داری برا گفتن الان چشامو باز کردم دیدم غرق تو مرفم، یعنی یه دوره سیاهی هم داشته، الان داره یه اشاره بهش میکنه که آقا یه دوره سیاهی هم من تو زندگیم داشتم. اینو بگم، این به هیچ جا کانکت نیست، خب میکروفون اینجاه، این به هیچ جا کانکت نیست. بعضی وقتا آدم میره تو شور، من عادت دارم بخونم. دیم خالص دشمنو با حرف رنگ میشم بدون پالت، چی شاشه ترپیم شخص سالس، به بلوتوسم واسشم پلی رپ نانستا. چه حال کردم اینجاش، میگه به بلوتوسم بسشم رپ نانستا پلیه. مشکل رفیقای منه آقا، من این موزیک رو دوست دارم. خب هر کسی یه سبک موزیکی رو دوست داره. خب من الان 16-17 سال، حالا دیگه از بچگیم تا الان، از من وایسادم هیچ کس، لوبیای سحرآمیز رضا پیشرو، من گوش میدادم تا الان که حالا رپرایی که اینقدر قویان حالا تازه روی کار اومدن، ولی خب قدرتشون واقعا تو قلم، توی فلوهایی که دارن میزنن بچه ها قویان. آشنا این پسر فوق‌العاده آینده داره، من اینو اینجا تضمینشو میدم. اگه به عنوان یه عضو کوچیک توی این خانواده، فقط به عنوان مخاطب، به عنوان کسی که شنونده موزیک خوبه بتونم صحبت کنم راجبش، من قطعا میگم که آشنا خیلی قویه. ریاکشن قطعا به کاراش میرم. میگم بدون کارس، آره میگم بدون کارس، میگم بدون کارس، گفتم یه روز صدام زخم میکنه گوش شهرو. بچه من استاب زیاد میزنم چون پانچای ددی واقعا قویه. یه گفتم یه روز صدام زخم میکنه گوش شهر رو، واقعا قویه. رفیقم لشتر چاریکسن ددی یاقیه میکنه سلطنت پایین شهر، نفهم و بس خوابون از عقب پالیش کرد انقدر نفهم و باید خوابون از عقب حالیش کرد. خیلی خوبی تو. نفهم و باید خوابوند از عقب حالیش کرد. قدرت قلم یه رپر اینجا مشخص میشه.
پاپ خونا میگن رپ چیه. اینه نفهما. تیغ نزنه سالت نمیاد باریشتر نه وزیر شدم تو روزهای سخت انقدر تیغ نزن قیه میکنه سلطنت پایین شهر نفهم و بس خوابون نزقب پالیش کرد انقدر تیغ نزنه سالت نمیاد باریشتر نه انقدر تیغ نزن اصالت نمیاد با ریش در. یا خدا پانچاش فوق‌العاده است. اسیر شدم تو روزهای سخت شناگر ماهری ساخت ازم کولاک که دریا بیشتر تو گوشیم چون با رپ تو رابطه‌ام زیر فشار تبدیل شد این سغال به الماس منو گوش میدن اینجا رو من واقعا قبولش دارم و این یکی از الان داره میگه خودش توی تکسش میگه زیر فشار این زغال تبدیل شد به الماس. دیدی یکی از کسایی که حالا من خیلی آشنایی نزدیکم باهاش ندارم ولی خب از استایل خوندنش یه مسابقه با بچهای پرشین ریاکشن داشت. دوتا از قدیمی های ریاکشنن درس جلوشون پس میدیم ولی خب بچه ها رفته بودن پیشش نزدیکش بودن یه مسابقه باشون داشت. این واقعا از کف شهره. این بچه یه خیابوناست واقعا باید قبولش داشته باشه. تو محل پاشوک تا داف برونزه شده که میرونه باجوک نزدیکام دیدم به چشم که بازی کردیم با جون فیلمندی زیاد دیدی گرفتی فاز راجو این شکیام چه قشنگ بود اینجا میگه که فیلم هندی زیاد دیدی گرفتی فاز راجو و همون موقع هم یه صدایی حسن بابا یه ته صدایی از فیلم های هندی اون جایش که بزنه رو باشه یاده ادب قشنگ‌ترینشه بلایی تنها چیزی که تا حالا زدی چشه حسن بابا موزیکات مریضه خو یعنی چشه سیبیلامو میسوزونه آتیش تدیگش میگه حسن بازا موزیکا حسن بابا موزیکات چی گفت موزیکات چیه که اونم میگه چشه شکیام زیاده ادب قشنگ ترینشه بلایی تنها چیزی که تا حالا زدی چشه حسن بابا موزیکات مریضه خو یعنی چشه سیبیلامو میگه حسن بابا موزیکات مریضه میگه خو یعنی چشه. این اصرار میگه هم چشه منظور مشکلش چیه همین که چشه دیگه مسوزون آتیش تدیگش بدونم دنی کیسم شبان درگیر پینه بیسوانه بیسم زندگی ساده گیرم گیلکیه فکر کنه دکنم خارجی رپ نه تیره گیلکیه فکر کنم دکنم خارجی رپ. بچه من ببخشید خب ما شیرازیم اصلا خیلی فاصله داریم ولی اول که فلوش تو گیلکی خوندم بی نظیر قوی بود من از پشمم ریخ اصلا کلا. البته انتظار داشتم از این رپر چون واقعا رپر تواناییه ولی خب هم نمیفهمم هم دلم میخواد بفهمم چی میگه. یه بار دیگه بزنیم. زندگی ساده گیرم گیلکیه فکر کنه دکنم خارجی رپ نه تیره یک کجا کنه که بیده این مره خوالا خوش بمون میجه تر ویسه این مره تا هم میسه دف با ما جغدگیت دیچه تره مزه جای کوکا بی هندوغ کیسه بره مزه جای کوکا یه چیزی نمیفهممش بعد دارم لیریک کار رو بخونم ببینم چیه این. میگم بدون کاره صد درونم آزادش کردم این جونه برو میگم بدون کارس وقتشو ببینم قول منو. آقا عشق کرد عشق فرمون مومو رو پیکان. من ماشین بازی زیاد دوست دارم بچه‌ها. چیزی که هست دیدی واقعا توی فکر کنم موزیک از تهران تو بروجردش بود میگفت دیدی قاضی نیست ولی قویه قلمش. هر موزیکی که از دیدی میاد من واقعا به این یه بیته ایمان دارم. دیدی واقعا قوی مینویسه جدای از اون فلایی که استفاده میکنه فوق‌العاده است روی بیت بی‌نظیری که اصلا بابا هر سری میزنه و واقعا ترکیب فوق‌العاده‌ایه. ولی خب فیت دادنش هم خیلی میتونه جذاب باشه. من حس میکنم فیت دادنش رو خیلی دوست داشته باشم. این استایل با بچه های زد و بند حالا حس میکنم خیلی قوی بشه با اون ابهت و صدای فوق‌العاده حمید صفت و یا اصلا اون گاتپوری که حالا خودش بحثش جداست. از نظر من یکی از نسل چهاریاییه که کاش تو نسل یک اومده بود. واقعا مارکت رو جابجا میکنه گاتپوری با هر کاری که میده خودش و تیمش.
حالا زد و بند که خب لیبلشونه هیچی، ولی تیم خودش ایلاکه و آکیو فوق‌العاده است. این تیم جای شاتای آکیو توی اینجا خالیه. حالا از لحاظ بیتی واقعا قویه، شاتی هم فوق‌العاده بود بچه‌ها، ولی خب باز دوباره آکیو کسیه که من بیشتر کاراشو دوست دارم. یه لحظه فکرم آکیو کسیه که من واقعا کاراشو خیلی دوست دارم. از لحاظ تصویر برداری فوق‌العاده ذهن خلاقی داره. این رفیقش هم همیشه باهاشه. این الان ته این کلیپه اومد، این رفیقش هم همیشه باهاشه توی اکثر کلیپ ها. توی اون ترنتو بروجرد هم همین لحظه آخرش بود. و خب ببین ضبط ضبط استرا استودیو، دستیار آهنگساز هوداد، گیریم، دوشکات فکر کنم، آره مدیر برنامه‌م اوستا میلاد. فوق‌العاده بود آقا، عشق کردیم. رپریه که من همیشه تو پلیلیستام دارم واقعا. این چند تا کاری که داده گیلمرد که قطعا اومد، چند باری باید گوش بدم برم اون تکه گیلک خوندنشو در بیارم. گیلمرد فوق‌العاده بود. تهران تو بروجرد اوج کار بود، فوق‌العاده قوی بود. یه فریستایل هم داد که از تو پله می اومد پایین، یه چه اینجوری بود، اونم خیلی قوی بود. یه فریستایل هم داد که پشت میک نشسته بود میخوند، اسم موزیکم دارمش فکر کنم تو پلیلیستم، اسمش یادم نمیاد، با هر کسی که خوب باشه خوبم، اونم فوق‌العاده بود. خسته نباشید میگم. حسن بابای عزیز، ددی گل، آقا بیشتر کار بده، فعالتر باش، تو بیف میای بیا، قلمت میکشه، جنگ بودن خودت که اصلا یه چیز جداگونه است. حسن بابا رو هم داری کنارت، چیز کم نداری. بیف میفی بود بیا. بچه من حقیقتا چجوری بگم، هم بیف رو خیلی دوست دارم، هم میگم آقا بیف خوب نیست. نگاه یه بیف چند مدت پیش گادپوری شاپور واقعا یکی از اینو چرا گذاشتم آقا، بیف گادپوری شاپور خیلی قوی بود. خب واقعا من یکی خیلی دوستش داشتم، خیلی قوی بود. شاپور بی‌نظیر می اومد تو، حالا کاری نداریم میگن تکستش خودش نمیگه، حالا هر چیز اینا من کاری ندارم، وارد حاشیه‌اش نمیشم. من طرفدار موزیک خوب هستم، من شنونده موزیکم. شاید اصلا هنوز به اون درجه نرسیدم که بخوام موزیکی رو نقد و بررسی کنم، ولی خب من به عنوان یه مخاطب، به عنوان شنونده موزیک نظرمو میگم. گادپوری بی‌نظیر بود. شاید تفاوتشون فقط 1 یا 2 بود، یعنی اگه گاد 10 بود از نظر من، از 10 بود، شاپورم واقعا 9 بود 8 بود، خیلی قوی بود. نگید فردا من چند تا شورت ویدیو هم دارم که با کارای گاد، خب من واقعا کار دوست دارم، حال میکنم، عشق میکنم. 2-3 تا کلیپ هم زدم، حالا دوست داشتید تو قسمت شورت ویدیو هم ببینید. اول ویدیو هم نگفتم بهتون بچه‌ها، چون که همه اول ویدیو میان میگن من اسمم یه جوری مجبور میکنه آدمو، ولی خب اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، جدای از بحث مالیش که نیازمندش هستی، ولی خب کلا اینی که شما من اون نوتیف لایکا بیاد بالا، سابسکرایبا بیاد بالا، خب قطعا منم انرژیم بیشتر میشه و بیشتر کار میدم. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. فینفاکس آفیشیال پیج اینستاگرام منه. سعی میکنم که موزیکایی که عشق میکنم، حال میکنم، دلیه بچه‌ها. توی بیوی اون پیجم بخونید هیچ گونه هزینه‌ای از هیچ آرتیستی گرفته نمیشه و من خودم برای دل خودم میزنم. کلیپ حالا خوب باشه بد باشه، دوست داشته باشن یا نه، من کارو دلی انجام میدم. اون مثل اینجا نیست، اینجا شغل، اینجا کاره. بیشتر از این صحبت نمیکنم. شبتون بخیر، خیلی مخلصیم. گیلمرد.